هفته نخست لیگ برتر واترپولو با پیروزی تیم‌های نفت و گاز امیدیه و دانشگاه آزاد همراه بود. آغاز لیگ برتر واترپولو در هفته نخستین مسابقات 2 بازی در استخر قهرمانی 9 دی برگزار شد که در بازی نخست تیم نفت و گاز امیدیه 8-6 مقابل رعد پدافند به برتری رسید. تیم حالا خیلی به اون هماهنگی که می‌خواستم حالا نداشت تو این بازی، ولی خب مطمئناً در بازی دیگه ما به اون هماهنگی که بخوایم برسیم و به دست میاریم. بازی اول برخلاف پیش‌بینی که خودم داشتم و کادرمون رو میگم اهالی واترپولو بازی رو واگذار کردیم و قطعاً باید نشون داد خوب شدم اول کاری ما فهمیدیم چقدر باید کار کنیم. در بازی دوم هم تیم دانشگاه آزاد اسلامی پس از تساوی 11-11 در وقت قانونی در ضربات پنالتی با نتیجه 25-24 پالایش و نفت آبادان رو شکست داد. متاسفانه 4-5 تا بازیکن خیلی خوبمون رو از دست دادیم، ولی جوانگرایی کردیم و می‌خوایم با همین ترکیب ان شاءالله برسیم به فینال این دوره از مسابقات. در مسابقات امسال برخی قوانین تغییر کرده. تایم بازیمون 28-18 شده، زمین بازی کوچکتر شده. اما در هفته دوم این مسابقات شهرهای تهران و زنجان میزبان هستند که جمعه 7 آذر در زنجان تیم‌های رعد پدافند با پالایش و نفت آبادان و در تهران تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی با نفت و گاز گشتزاران مسابقه میدن. علیرضا باقری، خبرگزاری صدا و سیما.